سلام. یه عالمه چیزای خوشمزه بیسکویت توری. لوتوس خوشمزه نیست. من لوتوس دوست دارم. خب نه، من لوتوس خیلی دوست دارم. اینو قبل از شروع کردن. و هر چیزی که حالت ویفری داشته باشه متنفرم. ولی این برند رو نخوردم. ولی من ایرانیشو خوردم. آره. همینو که قشنگ همینو ساختن ایرانی. همون ایرانیشو البته بخیر اونم خوشمزه. حالا ما یه تستی بکنیم بعد گرون آخه نخر. ولی بیسکویت کرم دار من میمیرم برای بیسکویت کرم دار. حالا هر چی میخواد باشه. نه من معمولی ام باهاش. عزیز دل و شاه شاهانم که اینجا تخمتون بریم باز تست. از همین ور شروع میکنیم. بوی دارچین، هل، زنجبیل میخک میده. آره. بعد بریم تستش کنیم. بریم. بیسکویت مادر. بیسکویت مادر که مقدار زخیمه. سر بیسکویت مادر میذاری تو دهنت آب میشه. این قشنگ تکسچرشو داری حس میکنی تو دهن. گفتم میگه مقدار زخیمه. نه این خیلی خوبه. من لوتوس خیلی دوست دارم. اصلا شیک لوتوس، خود لوتوس، اصلا هر چیز لوتوسی رو دوست دارم. حتی بوشم بوی بیسکویت مادر. البته اون بوی شیر میده ولی اون بیشتر بوی گاو میده. من خیلی دوستش نداشتم. 6 از 10. 8 از 10. بریم سراغ این عزیز دل که من ازش متنفرم فکر میکنم. ویفر ایرانیش خوشمزه است. من خارجیشو تا الان نخوردم. نه من اصلا ویفر دوست ندارم اصلا. ویفر موزی نمیخوردیم. نه متنفر. خیلی خوشمزه نبود خانم فیلم بردار. ویفر موزی بی‌نظیر بود. خوشمزه است. خیلی خوشمزه است. نمیدونی چقدر خوشمزه است. واقعا خوشمزه است. من که ویفر دوست ندارم واقعا خوشمزه است. کاش چایی داشتیم. این خیلی خوبه. خوشمزه. اینو بخرین از ایرانیش 10 لول بهتره. نمره 8 از 10. منم 8 از 10. بعدی این فندقیه. بس اون فندقی نبود. گوش فندقی بود. خیلی خوشمزه بود. خیلی خوب بود. اینم احتمالاً همونقدر خوبه. یعنی من که ویفر دوست ندارم به اون 8 از 10 دادم. ببینیم دیگه چیه. من ویفر دوست دارم. خیلی جزو ویفرهای خیلی خوب بود. نمیتونی به خونه چرا نگاه کنی؟ بریم. من فندق نیستم. من نوتلایی هم نیستم. یه طعمزه نوتلا داره. ویفر خوبیه. فقط در همین حد. ولی اون قبلی خدا بود. من که دوتر میخورم. من هم فندقی هم نوتلایی ولی اینو نیستم. اون خیلی خوشمزه تر. اون خیلی خوب بود. عالی بود اون. ولی نمیدونم چرا این خوب نبود. این یه ویفر ایرانی معمولی. مواداشون هم یکیه. فقط اون پروتئین داشت توش. پروتئین وی داشت. اینم داره. این خود فندقو داره. کرم فندق داره. همین. من اینو نبودم. من اینو 5 از 10 میدم. 4 از 10. اینو نخرین. اون سرمه خوشمزه رو بخرین. آره واقعا خیلی خوبه. خودتون بخونید تو کامنت واسه ما بنویسید چیه. اینا واسه من سوغاتی اومده. از کجا؟ از دبی. بفرمایید. ممنون. متشکرم. آره خوشگله. روش موج داره. موج دریا داره. یه فارسی طور هم نوشته نتی بایتس. نتی بایتس کاجو. اسمش حالا ببینم ان شاءالله که طعمش هیچ بویی نداره. هیچی. چرا بو کرم میده؟ کرم دست نمیده. این دست خودمه. بریم. مزه پتیبو رو سفت میده. نه اصلا همون بیسکویت هایی که آقا جون میخریدن. سلامت. آره سلامت. سلامتی که بیرون مونده یه ذره سفت شد. آره تم دقیقاً همونه. آقا اینا رو از خارج نخریم. از ایران بریم بیسکویت سلامت بخریم. خیلی هم مفیده. من دوستش اصلا نداشتم. سلامت رو دوست دارم. اینو دوست نداشتم. این سفته. با چای خوشمزه میشه. آره
ولی ایناست که ترش میکنی باهاش. آخ. ته دهنم ترش میشه. 6 از 10. 5 از 10. نه من عشقم میتونه نباشه. یه طعمایی از اورئو رو دوست دارم که نمیدونم کدوماست. به خدا. حالا امروز 2 تاشو امتحان میکنیم. آره. این کره بادوم زمینی با شکلاته. ولی خود بادوم زمینی رو گذاشته. گولمون زدم. من فن هر بیسکویت کرم داری که بگی هستم. آره. اصلا بیسکویت کرم داری. موضوع بچگیامون بود. آره. خیلی خوشگل و ناسناسیه. من یه لایه‌شون به نظر میخورم. من بادوم زمینی دوست ندارم. اوه بادوم زمینی دوست دارم، کره بادوم زمینی دوست ندارم. بو خار مادر کره بادوم زمینی. دقیقاً. این اصلا کره بادوم زمینی اینجا باز کردی. الان گریه میکنم. تو دوست نداری اصلا؟ نه من دوست دارم. بریم. طعم کره بادوم زمینیش خیلی کمه. انگار یه قطره کره بادوم زمینی ریختن تو کل این کرمش. منی که دوست ندارم اینو دیگه نمیخرم، ولی خوشمزه است. یعنی اگه کره بادوم زمینی دوست داری اینو حتما تستش کنی. کره بادوم زمینی رو 10 لول شیرین تر کنیم میشه هم. من خوش آمد ولی نمیخرمش دوباره. کره بادوم زمینی شکلاتی رو 10 برابر شیرین تر کنی. بهش 6 میدم. من 4 میدم. میخواد این همونی باشه که دوستش دارم. بذارم چیه؟ چون بین اینا من فقط اون این ساده شه. یعنی کرم شکلاتیشه، اون کرم سفیده نیست. متنفرم از باز کردن هر چیزی تو زندگی. اینا بعد تو باز می‌کنی که یاد بگیری، چون من اصلا سختم نیست. نه. بوی اورئو معمولی. معمولی کامل. اینم خیلی خوشمزه است. من عاشق اورئو ام. 9 از 10. این و سفیدش جفتشون خدا. بیسکویت کرم دوست نداری؟ 3 از 10. اینم همون که از تو ببر. بله اینا همه از آب گذشته است. موناکو کلاسیک. موناکو. بله. بچه اندازه کل زندگی من امروز بیسکویت خوردم. من اصلا بیسکویت نمیخورم. من اصلا ویفر نمیخورم. وای خدا! تو گوگوله. چرا بیسکویت های بچگیامونه؟ آره هیچ پیچ بویی نداره. چرا بوی وانیل حتی نداری؟ انگار مقواه. آره واقعا. بخوریمش. ترده. خیلی از بیسکویت های ترد خودمون تردتره. اصلا انگار مثلا پفکیه. نمیدونم معلوم میشه یا نه. طعمش ولی همون طعم بیسکویت تردای خودمونه. یه ذره شوریش کمتر. آخه خیلی بامزه بود. از این جایی دیدیم بخریم. موناکو کلاسیک. خیلی خوشمزه بود. دارم چرت و پرت میگم، یعنی دارم اشتباه میگم. بچه بودیم یه سری چیز بود، یه سری بیسکویت ها بود که جنگل بود. نه درست میگی، ولی این طعمشونه. این یه ذره شوره. خب اون دو مدل بود. یه دونه طعم بیسکویت میداد، طعم بیسکویت خوشمزه. یه مدلش بود این طعمی میداد. من یادم نمیاد. من فقط همون معمولیش رو یادم. نه خوب بود. اینو بگیر. 8 از 10. 8 از 10. سیم شاه شاهان. گل سرسبد. من خیلی نوتلایی نیستم. وای. البته تو 5 سال اخیر نیستم. بچگیام یه شیشه نوتلا رو کامل میخوردم توی روز، ولی الان نمیخورم. و اصلا دوستش ندارم. میتونم با نوتلا شبمو روز کنم، روزمو شب. اینقدر دوست دارم. 10 سال پیش رژیم میگرفتم، بعد این نوتلا یواشکی میذاشتم گوشه اتاق. بعد که مامانم نبینه رژیم نیستم. بعد با قاشق نوتلا میخوردم. جدی داری میگی؟ آره. بمیرم برا. ولی دیگه بعد اون دیگه نخوردم. بعد لاغر میشدی؟ آره چون دیگه هیچی دیگه نمیخورم، فقط نوتلا میخورم. بمیرم. آره دیگه قشنگ تو یاد بگیری. این قبلی هم اشتباه شد. شاید به خاطر ناخونم شد اینقدر شد من نمیتونم باشم. میتونی. آها. آفرین. این روز نوشته حقیقت 3 تا انقدی داره توش.
شاد و خندانم. یعنی واقعا بعد از اون همه بیسکویتی که اصلا از نظرم خوب نبودن، این میشوره میبره. به یکیشون 8 دوتاشون. آره ولی خب مثلا این میشه 100 بدم بهش. خیلی باید شیرین باشه. مثل بیسکویت های ایرانی نیستن که شکلات رو نشون میدن بهش. پر نوتلا، پر نوتلا و خیلی شیرینه. بی‌نظیره. اینو باید با 4 تا چای تلخ بخوری. اینو میتونی به تنهایی بخوری و کیف کنی. صدقه است دیگه. من میخورم، نه که نخورم، ولی دوستش ندارم. می‌خواستم یه خود نخور بدش به من، ولی داری میخوریش خرش خرش. من میخورم. نوشه جونه. نه که نخورم. بی‌نظیره. من که ولی بهشون 5 از 10. 100 از 10 میدم. برنده امروز این عزیز دل بود. شکلاتیش، فندقیشو نخرین، خیلی خوشمزه بود. اصلا قابل مقایسه با ایرانیش نبود. حتما خارجیشو بخرین اگه پیدا کردین، که پیدا میکنین دیگه. من از سوپرمارکت گرفتم. بعد بازنده این بود که اگه جایی دیدین نخرین، تا سمتش نرین. این چیه؟ میرین سلامت بخرین. فکر کنم خیلی خوشمزه نبود. و اینکه خیلی شیرینی و شکلات و بیسکویت خوردیم. خدافظ.